سلام، مهمانی برنامه امروز ما قادر حبیب همکارم از رادیوی افغانستان آزاد است. و قادر جان، نخستین سوال این است که در مذاکرات روز سه‌شنبه میانی تیم‌های اشرف غنی احمدزی و عبدالله هیچ پیشرفتی مشاهده شد بعد از این بن‌بست‌های زیاد؟ بانک امیدواری‌های به میان آمده بود که هر دو تیم انتخاباتی در مذاکرات در ارتباط به ایجاد یک حکومت وحدت ملی دارن نزدیک میشن و سخنگویان هر دو تیم از مذاکرات میان هر دو نامزد اشرف غنی احمدزی و عبدالله ابراز خوشبینی میکردن و میگفتند که صحبت ها 80% 90% به پیش رفته. اما روز گذشته یک بار دیگر باز هم ما صحبت هایی که با سخنگویان هر دو تیم داشتیم، صحبت های اینا طوری بود که گویا نتانستن به یک توافق برسن و گفتن که عدم توافق و اختلاف روی 3 نکته هنوز هم پابرجاست که تشکیل کابینه، صلاحیت های رئیس اجرایی در کابینه جدید که در نظر گرفته شده و همچنان اعلام نتایج انتخابات. راجع به این اختلافات بیشتر میگفتی از کدام نظر به هم دیدگاه های دو طرف مخالف است؟ در گفتگوهای هفته که هستیم اینا تانسته بودن از نظر به صحبت هایی که ما با اعضای هر دو استاد انتخاباتی داشتیم، طور به نظر می رسید که تفاوت نظرها و اختلاف نظرها در ارتباط به صلاحیت های رئیس اجرایی داره آستا کاهش پیدا میکنه و هر دو تیم موفق شدن که تا حد زیاد نظر به توافق در این خصوص نزدیک شوند و همچنان در ارتباط به تعیین کابینه که آیا کابینه مساویانه تقسیم شود میان هر دو تیم و یا ای که کدام مکانیزم دیگری تعیین کنند به اساس شایستگی کابینه را تعیین کنند. حال دیده میشه که یک اختلاف عمده که بروز کرده اعلام نتایج انتخابات است. تیم اصلاحات و همگرایی عبدالله میگه که باید کمیسیون مستقل انتخابات اینا صاحب صلاحیت و صاحب صلاحیت اینا میدانن که نتیجه انتخابات را اعلام کنن و اینا میگن که باید یک مکانیزم جدید در نظر گرفته شود برای اعلام نتایج انتخابات. اما تیم تحول تداوم مربوط به اشرف غنی احمدزی پافشاری روی اعلام نتایج انتخابات داره، قراره که در جریان هستین. نتایج ابتدایی انتخابات نشان داده که اشرف غنی احمدزی در این انتخابات برنده بوده. و اگر نتیجه انتخابات باید تا کنون اعلان میشد ولی به تأخیر افتاد، اگر نتیجه انتخابات اعلان نشود و تیمای احمد غنی اشرفزی با دکتر عبدالله به موافقه نرسند، امکان دارد که حامد کرزی رئیس جمهوری فعلی برای موقت رهبری افغانستان بماند؟ یکی از احتمال هایی که توسط یا از طرف اگر بگوییم تحلیلگران در گذشته مطرح شده و در این مورد گزارش هایم به نشر رسیده که حکومت موقت به میان خواهد آمد یا حامد کرزی خواهد توانست که در صورت ادامه بحران حکومت خود را همچنان تداوم ببخشه، همچون احتمال ها مطرح شده و در آخرین مورد محمود کرزی برادر رئیس جمهور کرزی با یکی از روزنامه‌های غربی مصاحبه‌ای که داشته همین دو احتمال را یک بار دیگر مطرح کرده که اگر این بحران حل نشه و این دو کاندید نتونن به توافق برسن، خب یکی از گزینه‌هایی که میتونه برای تعیین سرنوشت در آینده باشه و ای که حکومت هم از بلا تکلیفی خلاص شود، یکی ایجاد حکومت موقت است و دوم هم تداوم حکومت حامد کرزی. تشکر. همکارم قادر حبیب از رادیوی افغانستان آزاد صحبت میکرد. تشکر قادر جان. تشکر از شما.